دوستان عزیز، درباره شکر بسیار زیاد پست های زیاد ماندیم، ولی پست بسیار زیاد متفاوت است. چیزی است که خورده نمیشه. اگر شما از خوردن دارو بسیار زیاد نفرت دارین، نمیخواین که هیچ نوع دارو رو استفاده کنین، از آن من یک روش ساده را برای شما تذکر میدم که میتونه بسیار با آسانی قند خون شما را، همین شکر و دیابت شما را نرمال نگه داره. اگر هر نوع دارو میخوری، حتی اگر انسولین میگیری، پیچکاری های شکر میگیری، جلد پوست خود غار غار سوراخ سوراخ کردی، از آن من هر چی کوشش کردین شکر شما نرمال نشده، همین روش ساده را فالو بکنین، همین روش ساده را تعقیب بکنین، انشالله مشکل شما از ریشه کنده میشه. از آن من اگر سوزش پای دارین، اگر اشتهای شما بسیار زیاد بالاست، اگر تکرر ادرار دارین، ضعف و بیحالی دارین، چربی های بدن شما اضافه است، چربی جگر دارین، میتونین با رسپتورهای کف پایتان آن را درمان بکنین. از آن ما هر نوع مشکلی که داری، خاصیت یک گیاه را بفهم، وقتی که از خاصیتش خبر شدی او را لغت کنین، هیچ چیز دیگه لازم نمیشه. وقتی که او را لغت میکنی، به اندازه او را لغت میکنی صبح وقت که طعمش به گلونت برسه. ما برای شما یک ترکیب بسیار ساده را میگم. اگر کریلا را یافتین، سبزی کریلا را یافتین، در پهلویش برگهای نیم پرتین، او را خوب لغت کنین و یا هم بکوبین با پایتان. خوب وقت لغت کردین، وقتی که احساس کردین طعم تلخیش با گلون شما رسید، بفهمین که تاثیراتش در بدن شما بالا رفته و تاثیرات مثبت کرده. بعد از چند هفته شکرتان را چک کنین، ببینین چقدر نتیجه مثبت میگیرین. عزیزان من، اگر از داروهای شیمی خسته شدین، اگر کسی برات میگه که شکر تداوی نداره، به هیچ عنوان خوب نمیشه، این دکتر آزاد برات روش های ساده طب سنتی رو تشریح میکنه که در طبیعت از قدیم ما اینها را فالو میکردیم. چه رقم فالو میکردیم؟ آیا در قدیم ما یک لگن میگرفتیم و یا هم تشت میگرفتیم و سبزی ها را لغت میکردیم؟ نه خیر، ما به جنگلات را میرفتیم و هیچ وقت شکر نمیگرفت ما گیاه ها را لغت میکردیم، ما همیشه پایلوچ میگشتیم، ما انسان هایی بودیم که همیشه تچ بودیم با طبیعت، با زمین، با گیاه، با درخت، همیشه با زمین خو میکردیم، با همین خاک از ده ها بار بیشتر ما در تماس می بودیم و او را لمس می کردیم و گیاه را لغت می کردیم. همین دلیل بود که هیچ نوع مشکلات به سراغ ما نمی آمد. امروز هر چیز ناطبیعی شده، مصنوعی شده. فرش ما، خانه ما، ساخت ساز خانه ما، غذای ما، برخورد ما با مردم، تمامش غیر طبیعی است. از آن ما وقت به طبیعت روی بیاریم، تمام مشکلات ما حل میشه. همین ویدیویی که شما میبینین، اگر هیچ چیز پیدا نکردی، صرف یک دسته گشنیز ساده را بگیرین، او را لغت بکنین. اگر تکلیف معده را داری، نعنا را بکوبین. اگر تکلیف های ساده معده را دارین، دوایش خوردن نمیتونین، میتونین او را خیست بکنین و یا تر بکنین، او را لغت بکنین صبح وقت. این پست ما خاص به خاطر کسایی که شکر دارن. سه نوع گیاه را براتان میگم، سه نوع فرمول براتان میگم که ارزش بسیار زیاد براتان نتیجه میده. در صورت اول میگیرین برگ های نیمه. برگ های نیم در هند بسیار زیاد یافت میشه. کسایی که در افغانستان هستند بسیار برشان خوب است ویدیو، و کسایی که در افغانستان نیستند، در خارج هستند، نیم به کوت و به فریمان در پاکستان، در هند و در کشورهای خارج پیدا میشه. برگ های نیمه میگیرین، اگر خشک بود میتونین با آب او را خیس بکنین، تر بکنین، نم بکنین و در داخل یک تشت و یا هم یک کاسه پرتین. در پهلویش کریلا را روش مندازین، توته توته میکنین و او را لغت میکنین. هر صبح ای را لغت میکنین، به اندازه لغت میکنین که خوب چکنی جور شود، مانند یک ترکیب سیال و مخلوط جور شود. صرف او را لغت کردن و یا هم او را کوبیدن با پا. ترکیب دوم دوستان عزیز، یک دسته گشنیز میگیرین و یا هم کرفس میگیرین و یا هم در پهلوش کم بادرنگ روش میندازین و او را لغت میکنین. از آن من به اندازه لغت میکنین که خوب کوبیده شود و خوب لغت زده شود. و ترکیب سوم، اگر شکرتان بسیار زیاد بالاست، میتونین اندوانه ابو جهل و یا هم هنزل که میگه، ملخوزی که به پشتو برشان میگه، او را میکوبین به پایتان و یا هم لغت میکنین. از آن من ترکیب سوم و یا هم گیاه سوم که براتان گفتم، او را بسیار زیاد کم استفاده میکنین. همیشه استفاده نمیکنین که تاثیراتش بسیار زیاد قوی هستند که خدای نخواسته برای شما کدام مشکل ایجاد نکنه. از آن ما اگر پوست خوشت آمد و یا هم عملی کردی برات فایده کرد،
دوباره یک ماه بعد، 6 روز بعد، 7 روز بعد، پس به همین پست مراجعه کو و شیرش کو و با دوستان عزیزتان شریک بکنین. بسیار یک پست عالی است. درباره همین موضوع براتان ویدیو بسازم ولی فرصت پیدا نکردم. تمام کسایی که شما در تصویر میبینین از آنها مصاحبه گرفته میشه، تمامش بسیار رضایت خوب نشان میده. همین ترکیب برش بسیار خوب نتیجه میده، به شرط که لایف استایل شما مثبت باشه. در پهلوی ازی که براتان پست های طبیعی میمانیم که همیشه میگیم از طبیعت استفاده کو، همیشه براتان میگیم از طبیعت استفاده کو. در پهلویش لایف استایل تان عزیزان من لطفاً درست بسازین. ما به این باور هستم، به امی عقیده هستم و همین مبارزه را شروع کردیم. وقتی که طبیعت اختیار بکنی هیچ نوع مشکل در روی زمین برات ایجاد نمیشه و هر نوع مشکلی که داری تا که طبیعت اختیار نکنی هیچ وقت از بدنت گم نمیشه. اگر دیسک کمر داری، اگر بواسیر داری، اگر قبضیت های بسیار شدید داری، چربی داری، مشکلات عصبی داری، مشکلات قلبی داری، چربی جگر بسیار زیاد بالای داری، وزنت بسیار زیاد بالاست، صرف با اختیار کردن طبیعت میتونی تمام مشکلات حل بکنی. هیچ لازم نمیشه که شما قرص ها و زهرهای شیمی استفاده بکنین. نسبت به جان خود مسئولیت پذیر باشین، سرمایه های جسمی به خود بسازین. آینده به دست شماست. چی خوب میکنین چی خراب میکنین. انرژی اگر استفاده کنی، نوشابه اگر استفاده میکنی، فست فود اگر استفاده میکنی، شیرینی های مصنوعی اگر استفاده میکنی، سمبوسه و بولانی اگر استفاده میکنی، چیزهایی که بسیار زیاد ثقیل است، هر شب برنج اگر میخوری و بسیار زیاد روغن های مصنوعی اگر استفاده میکنی، زندگی در خطر است. زندگی هلاک میکنی، تباه و برباد میکنی. ولی اگر طبیعت اختیار بکنی، کالری مناسب بگیری، در پهلوش تحرک داشته باشی، مایعات کافی بگیری، شیرینی های طبیعی استفاده بکنی و روغن های طبیعی استفاده کنی، خوش برخورد باشی، با اجتماع باشی، چکر بزنی، افکار روحیت بسیار خوب باشه، همیشه صحتمند هستی، هیچ وقت لازم نمیشه که مشکل براتون ایجاد شود. بعضی کسا را من دوا میتونم وقتی که خوب میشه میگه دکتر صاحب دیگه هم یک وقت باز پیشتان بیایم یا نبیایم، یا پیش کدام دکتر دیگه برم یا نرم. من میگم من هیچ وقت ضمانت کردن نمیتونم جسمت. اگر خوب زیستی هیچ وقت لازم نمیشه که شما پیش دکتر بری. وقتی گناهی نکرده باشی چرا پیش قاضی بری؟ وقتی که کدام جرم را مرتکب نشده باشی چرا باید پاداش منفی بدین؟ چرا خودت اذیت شوی؟ هیچ وقت اذیت نمیشی. ولی وقتی که عزیزان من همیشه طبیعت اختیار میکنی، پرهیزها را بسیار جدی میگیری، به هیچ عنوان استفاده نمیکنی و در پالیس آردر چیزی که طبیعی است، چیزی که هدایات است او را فالو میکنی، لایف استایلت مثبت باشه، هیچ وقت لازم نمیشه پیش دکتر بری. جور تیار صحتمند و سالم و سرحال می باشی. از دعای خیرتان فراموش نکنین. دکتر آزاد خودتان حمایت کنید. با امید صحتمندی همه جهان، با امید شکست دادن تمام مصنوعات روی زمین، مخصوصا مرگ بر نوشابه